سلام دوستان، به قسمت دوم خانه پرماجرا خوش آمدید. اون یه نفری که از خونه زنده زد بیرون بعد از چند روز سکوت بالاخره سکوت رو میشکنه و شروع میکنه به حرف زدن. میگه توی خونه یه اتاق پیدا کرده که پر از عکسای آدم‌هایی بوده که سالها قبل ناپدید شده بودن و نکته ترسناک اینه که عکسای خودش هم بین اونا بوده. هر بار که چراغ قوه رو روشن میکردن یکی از بچه ها توی عکس ها محو میشد و همون لحظه جلوی چشمشون اتفاقی براشون میافتاد. آخرین چیزی که یادشه صدای دختری بود که تو گوشش زمزمه میکرد تو نفر بعدی هست. برای ادامه داستان قسمت بعدی رو حتما ببینید.